میتونم ادعا کنم خفن ترین بستنی سنتی جهان رو درست کردم. این بستنی خیلی حرفا واسه گفتن داره، خیلی ها رو زخمی کرده. نگم مرزونا. اولین چیز مهم زعفرونه که من زعفرون با کیفیت رو 1 سال دارم از عطرا میخرم. هیلشون هم یه دیگه نگم درجه 1 بازاره. خودتون دارین کیفیت رو میبینی. حالا رنگم بهتون نشون میدم کیف کنید. بعد از دم کردن زعفرون شکر و سلب رو با هم قاطی میکنیم و میریزیم تو شیر و میذاریم رو حرارت که یه ذره قوام بگیره. بهش گلاب و زعفرون دم کرده غلیظ و پودر هل رو اضافه میکنیم. یه کوچولو هم من زعفرون میخورم. این ورم خامه رو یه کوچولو با اون مواد گرم و مخلوط میکنیم و میریزیم داخلش که نبره. بعدش هم میریزیم توی ظرف فلزی و میذاریم یخچال. هر 45 دقیقه یه بار میاریم اینجوری هم میزنیم. توی پلاستیک فریزر خامه صبحانه میذاریم که اینجوری یخی بشه. در نهایت هم پسته و خامه رو به بستنی اضافه میکنیم. شکی ندارم عاشقش میشی. سر صبح ناشتا بستنی خوردی؟ ببینین چیه که من دارم میخورم. این زن آدمو دیوانه میکنه. این زن چند کیلو زعفران این تو ریختی؟ ما رو باید بخونی. برای خرید یه زعفرون اصل عطرا رو فراموش نکن. عطر انقدر خفنه که ضمانت بی قید و شرط مرجوعی داره. تازه بگی از پیج منی بهت هدیه هم میده. پیجش تو کپشنه.